سلام خانم. سلام. خوبین سلامتی؟ خانم به علت معدردی دکتر بهم گفت باید عمل کنی. حالا پیل چیده ندارم. خواستم معیوبو یه مقدار کمکم کنی. یه هم نامه این یاته ما رم هر روز یاته ما رم ما نوی ما چی یعنی واقعا یه مقدار فقط یه مقدار کمکم کنی. یه مقدار فقط یه مقدار زیاد چیزی نیست چی بخوام. نه والا چی شد یعنی تنبو نیورین؟ نه بخدا هیچ دست در نکن. من خواهش خواهش من سلام. همون خوبی؟ من کسی رو نیسته؟ خب بیزنه لحظهش نیگو بیا. سلام خانم خوبی؟ سلامتی؟ ما حقیقت رفتم دکتر گو معدت عفونت شده، حالا باید عملش کنم. الان دم دنبال پیلی جرم، خواستم هم نوری یه مقدار پیل کمکم کنین؟ حالا یه مقدار چه میه بتونم فقط برم دکتری کنم چیال. یعنی الان هیچ راهی ناره یه مقدار چه می پیل بینم و؟ نه هیچ نوریم نه. باش دست سر نکن. خداحافظ. سلام. سلام آقا. خانم سلام. خانم چه اتفاقی افتاده؟ خانم آقا یه لحظه صبر کن. چه اتفاقی افتاده خانم مادر؟ چه اتفاقی افتاده؟ خانم چه اتفاقی؟ یه لحظه یه لحظه بین یه لحظه بیا یه لحظه بیا. آقای لحظه آقای یه لحظه من میخوام یه خانواده کمک کنم. آقای خب حالا یه لحظه صبر کن من خانم صحبت کنم. مخوام چرا آیت ایدم یه لحظه صبر کن. نه نریز بیرون. یه لحظه صبر کن. خانم چه اتفاقی افتاده؟ خانم من میخواستم این مقدار پول رو به چی کمک کنم ولی حالا به شما کمک میکنم. نه ممنون. نه اشکال نداره بجرش بهش دستی چراش به ان خم. میخواستم واقعا اینطوری بیان که باهاش صحبت کنم یه زوری ببینم واقعا شما مهربونی نیستین ولی حالا چی دوبی اتفاق هست حالا پیله بدش تا لاغت چرا شبر داره بعدن خم یه هدیه طرف ما. خواهش.
حالا این چند بارزی که مثلا این دارم بینو خب حالا پیل بشمار بهش، هر چقدر چراش اشکال نداره، با این مقدار پیل بهش. من میخوام بعدا باهات صحبت کنم. حالا چقدره این پیل؟ چقدره؟ باید چقدر بده تو؟ 4 برز الان نه 4 تا 500 خب یه الان خیلی پیله، یه الان 10 میلیون پیله. حالا 2 میلیونش بده میلیون من بین الان کرایه ماشه خود دست دانه یا کرایه ماشه یا 3 برز یعنی این چیز یک نبادی یه برز نبادی 4 برز نه الان دارم من 4 الان یه روز حالا یه برز اضافه بهش. یا برز نبام که ده از این به بعد ده برز بینی علی خیلی باشه یعنی خیلی باشه هم ها دست نه ده از این بعد فرصتشو به تا یه جوری واقعا واسه داخل توش. مثلا تونی اساس نه اون گذاشتی کنو ولی ده برز منی خانم ده برز با پینه بی این آمده ما یا غام نه نه این پیله خب میخواستم سیختون. نه بفرما باقی ما اصلا داشتم میگشتم که یه جوری به همه کمک کنم، ولی حالا که نه ده ممنون دو چرا شده میشه نیاز داشت من باقیش بست خیلی پوله میتونم بردارمش. نه خب یه لحظه بشین خواهم تو جریان چه اتفاقی واسه میشا ما اجاره نشینیم شوهرم نرینه رفت سر کار کرایه‌شو نداشتیمش خیلی وقت ترسم نمه دیگه هم صابونمو بیومه خواست به سریالمونه بوده کرایه‌شو نمیش بیم ما هم بیری کسی ناری منی شهر خموتمه میخوام مادرم کسی نیرو ناری غریبه منی شهر من همین صابونمو علامت توی پیلتونه اشکال نداره. ما این پیله خب میگشتم نه خب ما این پیله به عنوان هدیه دام میشه به عنوان کمک به ما قبولش کو. نه دست دانه که ممنون زحمت کشید خیلی ممنون و میمان نزاده حالا آبرومون نرفت ممنون از تشکر کنم ولی نه نمیتونیم پیله خمو قبول کنیم ما پیله الان نرم چه بمشو ما الان ایشورم رفت سر کار نرینه چه پیله ادرام ولی نیترم خانم ما ایگم این پیله به عنوان هدیه دام میشه. ما خم داشتم میگشتم مهربونیت آدم هایی چیله داشتم ای سنجیم واقعا ممنون خانم ما الان نه نیتونم قبولش کنم خانم یه هدیه دام بی به تو نیخوا گوش برته بیام قبولش کنم شوهرم نرینه نیشناسم میتونه ممنون حالا آبرومون نرفت نجات میده ممنون هستم. نه خانم نه یه الفت نه ما خواستم ما این پیله واقعا همیچنی خواستم میشه به عنوان هدیه خواستم بهم تو نه بحثی چی بخواستم پیله تو بجرام خب پیله تو بسونم واقعا این پیله میتونم بسی نه این پیله از طرف ما واقعا قبولش کن. این پیله واقعا از طرف ما نه خب این تلان هم باز بفروش خود به و زخم زنده اید. نه نیترم خب ما هدیه دامه داشتم میگشتم واقعا خواستم این پیله بیارم ولی وقتی دیدم داشتم فیلم میگرفتم یهو دیدم تا این ورده بحث چی داره گفتم تا بیام منم جریان کنه حالا چیه پیل خدایا شکر که من چرا ترس چرا هونته بدی خب خدایا شکر هیچ نه هم بهتره که ما چش بهتره. آره این فیلمو خواستم واقعا بیام و تو بپرسم و عنوان مهربونی و عنوان ایتونه پیله بمد حالا چی ایتونه بی اشکال نداره همینجوری سی خود این هدیه از طرف ما به خود و مادر بزرگ قبولش کن. ممنونم خیلی سپاسگزارم. خواهش خواهش قابل ناشت تا الان جریه نکن تا الان 3-2-1 نی جریه نکن الان این پیلم دامه تو انشالله به زخم زنده اید بزن انشالله که همه چیز درستی بود ده ایده وسیله تو همین داخل ده انشالله ده ای پیلم خیلیه ایترین یه مقداری تا یه مقداری واقعا زندگیتون رو بچرخونه درسته چین ناقابلیه ولی خب بازم ایترین تا یه مقداری به زندگی تو بچرخونه. خواهش کمک بزرگی کردی ممنون دستون در نکنه. خواهش خب پس خدا حافظ. سلام
خداحافظ. دستون در نکنه. ممنون. خواهش. خداحافظ.